درخت که ارس مراد نام دارد با نزدیک به 4000 سال سن کهنسال‌ترین موجود زنده ایران است، اما به تازگی شناسایی شده. مهر ماه امسال غلامرضا قادری فعال محیط زیست اتفاقی با این درخت برخورد کرده و آن را به مصطفی خوشنویس عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور معرفی کرد. من از توی مسیری که داشته میرفتیم متوجه ابعاد خیلی بزرگ این درخت شدم از توی جاده و وقتی رفتیم پیشش و اون ویژگی‌های خیلی خاصش رو که دیدم مثل ارتفاع پهنای برابر سینه متوجه شدم که این درخت بسیار درخت خاص و استثنایی هست از نظر ابعاد و سن. اینجور بود که چند تا عکس و فیلم ازش تهیه کردیم، خدمت استاد خوشنویس فرستادیم که کارشناسی مربوط به تعیین سنش رو انجام بدن. این درخت همراه چند درخت دیگه طی 2 روز بازدید شد و واقعا همشون بی‌نظیر بودن، از جمله ارس کهنسالی که مد نظرمون بود. خب این درخت ارس نسبت به تمام مطالعاتی که طی 20 و اندی سال من در ایران داشتم و بالغ بر 2020 درخت کهنسال رو شناسایی کرده بودم، این بی‌نظیرترین درخت به حساب می اومد. طبق پژوهش‌های انجام شده در پروژه ملی شناسایی، معرفی و تکثیر درختان کهنسال در ایران، تاکنون بیش از 2000 درخت کهنسال از حدود 60 گونه در کشور شناسایی شده. در میان آنها تا سال 1400 بیشترین سن از آن درخت ارسی با قدمت 2850 سال بود، اما اکنون ارس مراد به اندازه 1000 سال این رکورد را جابجا کرده. البته سن تنها رکوردی نیست که این درخت تغییر داده. طبق اطلاعاتی که 1 ماه بعد یعنی 20 دی در مجله طبیعت ایران منتشر شد، این ارس با قطر بیش از 4 متر، قد بیش از 25 متر و 458 متر مربع تاج پوشش، قطورترین، بلند قامتترین و حجیمترین ارس ایران و جهان است. تنه آن از ارتفاع 2 متری به 3 تنه دیگر منشعب می شود و از این 3 تنه هم باز تنه های متعدد دیگر شاخه کشیدند. آرزو می کنم با میوه هایی که این درخت به حد کافی امسال تولید کرده بتونیم بعد از گذشت 1 سال دیگه که این میوه ها میرسه این میوه ها رو جمع آوری کنیم و بتونیم تکثیر کنیم از این درخت و نهاله هاش رو چه در استان کرمان و چه در مناطق رویشی ارس که مشابهت رویشگاهی با منطقه این درخت داره کاشت کنیم و توسعه بدیم این ژن خوب این درخت رو در